این آقای خاخام نومسلمان شده دو آتشه شروع کرد به نمایندگانش رو فرستادن این طرف اون طرف و دنیا را پر از تبلیغات کردن. خبر وقتی که به عثمان رسید شروع کرد مشورت کردن با مسلمان ها. گفت به منو راهنمایی کنید، از شهرها چنین خبرهایی میاد. قاصدها فرستادن علنا رسما که واقعا بر کسی ظلم میشه، آیا حکام من بر کسی ظلم میکنن؟ نامه رسمی نوشت بر همه شهرها، بر شهرهایی که درش از این شکایت ها رسیده بود که بر امراش خورده میگرفتن. میگفت که من هر ساله در وقت حج، در موسم حج، والیانی که تعیین کردم، امرایی که تعیین کردم، اونجا اونها رو به اصطلاح بررسی میکنم، ببینم مردم ازشون ناراضند یا نه. من هیچ حقی بیشتر از مردم، نه من و نه خانواده من، از مردم بیشتر بر خود نداریم. و به من رسیده که از بعضی شهرها که از مردم بعضی بهشون ظلم شده، بعضی ها به ناحق سب و شتم شدن، بعضی ها به ناحق ضرب و شتم شدن. ای کسانی که بهتون ظلم شده، مخفیانه بهتون ظلم شده در وقت موسم حج چنین بود، حج این چنین بود، در وقت حج قرنهای چنین بود. بیاد و از عمال من، از والیان من شکایت بکنه تا من اونها رو بازخواست بکنم، مگه اینکه خودتون ببخشید، چون خداوند با بخشندگانه. ای هر کسی رو که حقی ازش ضایع شده، و این نامه رو نوشت و فرستاد. وقتی که این نامه بر مردم خونده شد، شروع کردن به گریه کردن و گفتند که یک شری در میان مردم داره رشد میکنه. لیکن جمعیت های سری به رهبری ابن سبا وضعیت رو دارن زیر نظر میگیرن و نمیخواست که با این اصلاح مردم به هدف خود برسن.